این بار درخواست میکنیم بانوان نواندیش در این موضوعی که میخوایم تقدیم کنیم نواندیشی کنیم. یک مکتبی هست که رئیس اون مکتب نسبت به بانوان گزاره‌های تاریخیش این شکلی بوده، گزاره‌های تاریخی که از کتب خود اهل سنت و عامه است. ضیاء مقدسی در احادیث المختاره حدیث 2573 میگه وقتی عمر شنید خواهرش اسلام آورده در زمان جاهلیت، رفت خونه خواهرش با او صحبت کنه. دید دارن سوره طه رو میخونن، شروع کرد شوهر خواهرش رو زدن. خواهره اومد او رو جدا کنه، اون چنان با سیلی به صورت اون زد که صورت او پر از خون شد. این در زمان جاهلیت. در زمانی که او مسلمان شده، المستدرک علی الصحیحین جلد 3 حدیث 4869 می نویسد در برابر پیغمبر وقتی پیغمبر خبر وفات زینب رو داد، با تازیانه شروع کرد زنهایی که گریه میکردن رو زدن. پیغمبر تازیانه رو گرفت، عمر تو رو چه با این زنا، برای چی اونها رو میزنی؟ در زمانی که او حاکم شده، مصنف عبدالرزاق حدیث 8117 نقل میکند از یک جایی عمر داشت رد میشد، دید عده‌ای بانو هستن، بوی عطر به مشامش خورد. گفت اگر میدونستم کدام از شما از خونه بیرون اومده و عطر زده فلان و فلان میکردم. وقتی رد شد یه شنیدم اون بانویی که عطر زده بود از ترس خودش رو خیس کرد. آیا این تفکر و این شخص میتونه خلیفه پیغمبر باشه؟ پیغمبری که آمده از حقوا رو در بین مردم ملاک قرار بده، پیغمبری که این همه در مورد بانوان مطالبی داره که احدی در طول تاریخ اینجور نگاه نکرده و این مطالب رو بیان نکرده. شما نواندیشی کنید.